بابات یکی از اون 100 تا خواستگارای من بود دخترم. من 100 تا خواستگار صف کشیده بودم برام. یکی کارخونه داری، یکی دکتری، یکی مهندس. چی بگم بهت، یکی نمایشگاه ماشینای لوکس. بابات از اون 100 تا خواستگارای من یکیش بود. هر روز و هر شب جلوی در ما پر بود، پر خواستگار. کی بود که جواب بده اصلا؟ من خر شدم اومدم زن این بابای احمقت شدم. خواستن اون کارخونه دار میشدم، خواستن اون دکتره میشدم. نشدم دیگه، نشدم. اینجی بدبخت شدم. یه تحفه ام مثل خودش تو رو گذاشته تو دامن من. خبر مرگت. ما مثل ایستگاه مترو بود، از خواستگار این برو این بیا، این برو این بیا، این برو این بیا، هی مره هی میاد. انقدر خواستگار داشتم که نگو. بعد که من دختر سربزیر با وقار و سرسنگین و خوشگلی بودم، همه محل عاشقم شده بودن. همه پسرا جون میدادم برام. یعنی از کوچه که رد میشدم همینجوری پشت سرم میافتادم پسرا. از وقارم، از سنگینیم، از خوشگلی نگم. بعد نگاه خونه این بابای فلان فلان شده، پیر شدم، زیر چشام چروک افتاده، خط افتاده. اون موقع یلی بودم واسه خودم. قد 180، الان آب رفتم. دماغ اینقدر اندازه صندوق، چش اندازه گاو چش داشتم. آشنایی من و باباتم خیلی شاعرانه بود. یه روز فرد زمستونی که داشتم میرفتم مدرسه، مقنعم جلو با وقار سرسنگین، تازه بارونم داشت میبارید. من چتر رو باز کردم، اینجوری مقنعم گرفتم جلوی چشام، دیدم بابات داره نگاه میکنه. منم یه نگاه دلبرانه بهش انداختم از زیر اون چتر، اون هوای بارونی. همونجا یک دل 100 دل عاشق من شد. منم خر شدم، منم زن بابات شدم. آره اینجوری آشنا شدیم با هم.